رئیس جمهور آمریکا امروز در پایان سفر دوره‌ای به اروپا با استقبال ملک عبدالله پادشاه عربستان وارد ریاض شد. سفری که کارشناسان درباره محتوای گفتگوهای دو طرف گمانه‌زنی‌های متفاوتی می‌کنند. این سفر با دو اتفاق مهم در عربستان همزمان شده: تعیین جانشین برای ولیعهد عربستان و معرفی سفیر جدید آمریکا در ریاض. سفر اوباما به ریاض. رئیس جمهور امریکا در پایان سفر دوره‌ای به اروپا سراغ دومین متحد خود در خاورمیانه رفت. رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی دو متحد مهم ایالات متحده در منطقه به شمار می‌روند و در میان کشمکش‌های شاهزاده‌های سعودی بر سر قدرت استقبال رسمی پادشاه عربستان در فرودگاه از اوباما جالب توجه. ملک عبدالله پادشاه عربستان امروز فقط چند ساعت قبل از ورود اوباما به این کشور خبر انتخاب جانشین برای ولیعهد خود را منتشر کرد. شاهزاده مقرن بن عبدالعزیز در صورتی که سلمان بن عبدالعزیز ولیعهد کنونی به پادشاهی برسد یا به علت بیماری به خارج سفر کند ولیعهد خواهد بود. موضوعی که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. من قبل هیئت البیعه يترجم في الحقیقه. این انتخاب و حمایت اعضای هیئت بیعت از آن نشانه اصرار رهبران عربستان سعودی بر تعیین قانونی افرادی است که در آینده حکومت را در دست می‌گیرند. با تعیین جانشین ولیعهد، شهروندان سعودی اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند. شاهزاده مقرن که 68 سال دارد کوچکترین پسر ملک عبدالعزیز بنیانگذار رژیم آل سعود است و ریاست دستگاه اطلاعاتی عربستان را قبل از بندربالسلطان در کارنامه خود دارد. اما نکته جالب توجه اینجاست که گفته می شود امریکایی‌ها روی محمد بن نایف وزیر کشور کنونی عربستان حساب باز کرده بودند. احتمالاً انتصاب مقرن به عنوان جانشین ولیعهد به منظور بستن راه به روی بر تخت نشستن محمد بن نایف وزیر کشور کنونی در آینده نزدیک بوده است. آمریکایی‌ها بیشتر به شاهزاده محمد بن نایف وزیر کشور گرایش دارند که روابطی نزدیک با واشنگتن دارد و در دیدار اخیرش از آمریکا با رئیس جمهور و رئیس دستگاه اطلاعات مرکزی آمریکا دیدار کرد. تاکنون در تاریخ عربستان سابقه نداشته است که برای ولیعهد نیز جانشین تعیین شود. پس از سرنگونی حسنی مبارک متحد مهم امریکا در منطقه، آل سعود نیز احساس خطر کرد که این مسئله با موضع‌گیری‌های دوگانه امریکا در خصوص سوریه، ایران و مصر تشدید شد. حالا اوباما برای نخستین بار در 5 سال گذشته به ریاض رفته تا اعتماد از بین رفته سعودی‌ها را به مسیر گذشته بازگرداند. تشكك من التوتر خاصة بين السعودية وإيران، السعودية وإيران بغض النظر حتى عن تنش‌های پنهان در روابط وجود دارد. به عنوان مثال ریاض تصدی کرسی غیر دائم شورای امنیت را رد کرد. مسئله اول که در این سفر بررسی می شود مربوط به ایران است، اما مسائل دیگر همچون سوریه نیز بررسی خواهد شد. اکنون مأموریت اصلی اوباما این است که تأکید کند هر گونه توافق با ایران به زیان مسائل کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی نخواهد بود. البته این مأموریت خیلی دشوار است. اما برخی کارشناسان هم اختلافات گسترده در کشورهای عربی به خصوص میان قطر و عربستان را علت این سفر می‌دانند. هرچه باشد تغییر یکباره سفیر امریکا در ریاض، آن هم در روز تعطیل و چند ساعت قبل از سفر اوباما، نشان از اهمیت مذاکرات دو کشور پشت درهای بسته دارد. ملاقات سران دو کشور پشت درهای بسته صورت خواهد گرفت. برنامه کار رئیس جمهور آمریکا در عربستان بسیار فشرده است. مهمترین مسائلی که در این سفر مطرح میشه مسائل منطقه‌ای و داخلیه که برای آمریکا و عربستان سعودی اهمیت داره. خیلی روشنه که هر کسی در آمریکا به مسئله جانشین پادشاه عربستان سعودی اهمیت میده، اما اختلافات میان کشورهای عربی از اهمیت بیشتری برخورداره.